چشمات چقدر قویان. چند تا تصویر رو با هم میبینیم و باید تشخیص بدیم که چه افرادی توی اون تصاویر قرار دارن. به طور مثال این تصویر که مشخصا آقای دونالد ترامپه و تصویر دومم چشمون فکر کنم که ما ریس کنیم یا از دور اگه نگاه کنیم خیلی راحت‌تر میبینیمش. ایلان ماسک دیگه، درسته؟ بله. ولی خب قرار سخت‌تر شه. تصویر سوم که مثل کلاردشت میمونه، مثل شمال ایران میمونه. دارک شد. اینو اگه اسمشو بگم دوستان دیگه ویدیویی نداریم چون چنل میپره. اینم همون آقاییه که خیلی به کشورگشایی علاقه داشت. شماره 4. بله، کریستیانو رونالدو با دندونه سفیدش که اینم واقعا تشخیصش سخت بود، ولی خب رونالدو دیگه. بله. شماره 5. اینو سریال بازاش سری میگن. آقای سال گودمن از بریکینگ بد و بدر کال سال. بدر کال سال فکر کنم خفن، رفیقام گفتن ببین هنوز ندیدم. شماره 6. این دیگه سخت ترینه واقعا، اصلا چه ربطی به شخص داره ولی کسی نیست جز یکم اگه ریس کنی چشتو و گوشی رو دور کنی میبینی که مونالیزا. مونالیزا نه، مونالیزا. چند تا رو درست گفتی؟ توی کامنت ها بهم بگو.